یک روز خرگوش کوچولو با ذوق از لانه بیرون پرید. میخواست سریع‌ترین راه میان بر جنگل را امتحان کند. اما هنوز چند قدم نرفته بود که تق پایش گیر کرد و داخل یک گودال افتاد. خرگوش ترسیده فریاد زد: کمک! کسی هست؟ دوستش خرگوش چاقالو صدایش را شنید. با سرعت خودش را رساند و گفت: نگران نباش، من اینجام. چاقالو ابتدا سعی کرد خرگوش را بالا بکشد، اما نشد. کمی فکر کرد و گفت: باشه، از بالا نمیتونی بیای غیره، پس من میام پایین. چاقالو داخل گودال پرید. خرگوش کوچولو تعجب کرد: چرا پریدی پایین؟ چاقالو لبخند زد: چون وقتی تنها نیستی، راه خروج همیشه پیدا میشه. با کمک هم از جداره گودال بالا رفتن و بیرون آمدن. خرگوش کوچولو نفس راحتی کشید و گفت: تو بهترین دوستی هستی که میشه داشت. و چاقالو جواب داد: دوستان واقعی همیشه کنار هم میمونند، غیره حتی توی گودالها.